توی این قسمت میخوام راجع به یه موضوع خیلی مهم توی نقاشی و طراحی روی پارچه باهاتون صحبت کنم. اینکه چه پارچه‌ای برای نقاشی بهتره و چه جنس پارچه‌ای برای نقاشی مناسب تر. پس اگه تو هم میخوای که یه نقاشی تمیز و خیلی قشنگ داشته باشی، حتما تا آخر ویدیو نگاه کن. اول اینکه ما دو دسته پارچه داریم، پارچه‌های طبیعی و مصنوعی. اول میخوام راجع به پارچه‌های طبیعی باهاتون صحبت کنم. پارچه‌های طبیعی مثل پنبه و نخ و کتان و ابریشم. پارچه‌های طبیعی به خاطر طبیعی بودنشون جذب رنگ خیلی بالا و خوبی دارن. پارچه‌های پنبه جذب رنگ خیلی خوبی دارن، ولی خب به خاطر حالتی که داره ممکنه یه خورده رنگو پخشش کنه. پارچه کتان از همه پارچه‌های طبیعی به نظر من خیلی بهترن، به خاطر اینکه جذب رنگشون خیلی خوبه و به خاطر اون استحکامی که داره رنگو پخش نمیکنه. و راجع به ابریشم، یعنی پارچه‌های ابریشمی هم بگم که جذب رنگشون خیلی خوبه، ولی خیلی سخت میشه باهاشون کار کرد. نقاشی کردن روش خیلی سخته به خاطر اینکه رنگو پخش میکنه. حالا بریم سراغ پارچه‌های مصنوعی. پارچه‌های مصنوعی مثل پلی‌استر، ویسکوز و ریون هستن. این پارچه‌ها به خاطر مصنوعی بودنشون جذب رنگشون خیلی سخته، یعنی از پارچه‌های طبیعی خیلی سخت‌تر رنگو جذب میکنن. پلی‌استر جذب رنگش خیلی پایینه، وقتی رنگو میذاری روش رنگ روش میمونه. و ریون و ویسکوز از پلی‌استر خیلی بهترن، یعنی جذب رنگ دارن، روی مثل پلی‌استر روی سطح پارچه نمیمونن، ولی باز هم از نظر مقایسه با پارچه‌های طبیعی خیلی جذب رنگ بالاتری دارن. حالا قراره با هم دیگه بریم آزمایش علمی انجام بدیم. من چند تا پارچه آوردم، با هم دیگه رنگ میذاریم روش، ببینیم که کدوم یکی بهتر رنگو جذب میکنه، کدوم یکی رنگو بیشتر پخش میکنه و اینجور داستانا. بریم یکاشون خیلی بزرگه، برم یه خورده کاتشون کنم بیارم که با هم دیگه بریم. یه رنگی به پارچه‌هامون زدیم. طبق گلکاری که داشتم تو اون ویدیو میکردم، داشتم پارچه سفید رو با رنگ سفید رنگ میکردم، بعد عوضش کردم اینجوری سبزش کردم. خب دیدید دیگه، من دو تا پارچه آوردم، یکیش طبیعی بود یکیش مصنوعی. اونی که طبیعی بود این بود، خیلی خوب رنگو جذب کرد، پخش نشد. اینم پارچه مصنوعی بود دیگه که دیدید همینجوری داشت پخش میشد، رنگ تو اون فیلم ها بهتر معلوم بود. خلاصه که فهمیدیم که پارچه طبیعی بر نقاشی خیلی بهتر. حالا من همه پارچه رو نداشتم براتون بیارم که امتحان کنیم، فقط تونستم یه پارچه طبیعی بیارم، یه دونه مصنوعی. امیدوارم که متوجه فرقشون شده باشید و این آموزش به دردتون خورده بشه.